توش بشینم. بله. خرید یا اجاره؟ نه اجاره خواستم. بفرمایید همکارم آقای بارشی راهنماییتون میکنم. بفرمایید خوش اومدین. سلام آقای بالا برنشین. بالا نشین هستم عزیزم. آقای بالش نشین. بالا نشین عزیزم. بالا نشین. شما که بالا نشستی تو رو خدای خونه سیمو پیدا. چشم پیدا میکنم برات. چقدر بودجه داری؟ بودجه که دستمو نیست آقا. نه من چقدر داری؟ پول دارم یه تومنی دارم. با 1 میلیارد میشه. یه واحد دارم لاکچری اوکازیون. اوکازیون هم داشته باش. شما اسقف جگوزی. جوبوزی؟ این دریاچه داره. دریاچه گورباغه هم داره؟ خیلی واحد خوبیه. اگه خوبه بریم همینو ببینیم. عالیه. بریم ببینیم اینو. باشه دست در نکنه. بریم ببینیم. یه واحد لاکچری تو منطقه یکه. حیاتو داری؟ خیلی قشنگه واقعا دستتون. آبنما، جزیره، برکه. 150 متر، سخا، دارای نگهبانی 24 ساعته، شوتینگ زباله، در ضد سرقت، گرمایش سرایش، اکه، هواساز. عالیه. خیلی خوبه. چه مسترابی داره، چه زرق و برقی طلایی. عالیه. آدم حیفش اونجا چیز کنه. بالاخره یه سرپناهی پیدا کردیم. خدایا شکرت. اما یه تومن اونو با یه تومن ما چقدر فرق داره. اما الهی شکر بازم با یه تومن تونستیم این چادر بخریم. چادر لاکچریه، اوکازیونه. تو کسی خود راحتی. آشپزخونت اوپنه. هر کی دوست داری بخوره بخور. بعض ولایته علفاش خوشمزه‌ایه، علفای تهرون. نوش جونت. بخونم سی دل خم خود. غریب غربتم در شهر غربت. آی خودم اینجا دلم مونده ولایت. آی دلم مونده ولایت پیش یارم. بای دلم مونده ولایت پیش یارم. آی خوشا روزی که برگردم دیار.